خب خیلی خوش اومدین عزیزای دلم. قسمت دوم برنامه لایو استریم از فصل 5 همراه داش صادق عزیز هستیم و میخوایم که کارهایی که برای ما فرستادین رو گوش بدیم. سلام علیکم، اگه چیزی هست بفرمایید. سلام، شبتون بخیر. در خدمتتونیم. بریم چیکار می‌کنیم بچه؟ کار بهراد برگرد فیت با حالا میشه ببینم فیت با امین، پرودوسرش هم که فرهاد امینه، آرتیست هم بهراد و امین، ساوند وایتش هم بهراد و آرت ورکش هم با بهراده. بسیار عالی. بریم گوش کنیم ببینیم چیه. دست به تو قلبم حتی جدا نکرد ما رو مرگم از این دنیا دیگه خستم من بی تو برگرد بی تو دیوونم و دل کندم میدونی جون میدم واسه خنده نری بهشتم با تو هستم من بی بتم من هست. خب اینجا الان کوروس کار بود چجوری بود داستان؟ نه پاپ داره میخونه انگار، یعنی پاپ رپ بیشتر انگار، ولی نه فعلا در موردش نظر بدیم یا بزنیم باید صحبت کنیم مقداری وگرنه این سبکش خب اولش اومده پاپ خونده یه جورایی و مثل همیشه میکس پاپ خیلی زیاد، یعنی بچه‌ها وقتی دارین پاپ میخونین دیگه شبیه به سبکایی که مثل دورچی و اینا ریورب میده زیاد، خیلی اینجا دیگه جواب نمیده و میتونم بگم که ملودیش خیلی دوست داشتم، یعنی خورده حالت ملودیش خوب بود، پاپ تورش خوب بود، ولی خب تیون زیاد استفاده کردی، خود بچه رو صداتون سولفژتون بیشتر کار بکن. و یه چیزی هم من الان صدای ولوم بیش از نصفه ولی صدا اصلا آهنگ کیفیتش کوالیتی پایین. مطمئنم توی سیستم ماشین بره اصلا با صدا رو تا آخر بره تازه میشه صدا متوسط. مسترش خورده احساس میکنم. حالا بعد یه نکته، حالا من وسط ننشستم صدا رو قشنگ نمیشنوم، از یه مانیتور دارم میشنوم. حالا بریم. همه منتظرم دوباره شب بشه، نگاهت کنم موهاتو دست بکشم، بگم بهترین منی تو هرچی بشه، همه فکر رو یه روزم و یاد ببرم، همه چی قشنگی تو که میره عکس بر. نظر کلی تو بگو. نظر کلیم یکی میتونم بگم که شات‌های نسبتا جذابی زد، یه سری اصطلاحات جذاب آورد که روتین اوسیدی نمیدونم، حالا خیلی من کلمه‌های متفاوت شات‌های باحالی آورد که جذاب بود ولی نتونست روال ایجاد بکنه، ارتباط بین اینها رو نداشت و روال داستان من ندیدم، پراکندگی داشت داستانش. یعنی یه تیکه میگه نمیدونم بیام تو کافه، بیام ببینم تو کافه، یه دفعه شب میام تو خوابت، بعد میگه میرم حافظ. یعنی این اصلا شات‌های جذاب رو ربطش رو یه جوری ایجاد نکرد که آدم مثلا بگه خب طبیعیه، اوکیه، شوک میده به آدم. و عرضم به حضور شما که همین فعلا قافیه‌هاش هم میگم بچه، تکست نویسی واقعا ما احساس میکنم واقعا تو تکست نویسی اصول رو رعایت نمیکنیم. اکثرا دلی هم بچه‌ها دارن دلی مینویسن، قواعد رو نمیدونن، قافیه کامل و ناقص نمیدونن، خیلی جا قافیه نداشت، هم آوا بود. و امیدوارم که این قضیه هم حل بشه دوستان اگر براش کار بکنن، چون همه دارن اینو. مرسی. منم یه نظر بگم که بچه‌ها برای همتونه، زمان آهنگ دیگه بیش از 2 دقیقه نشه. الان حوصله مخاطب خیلی کم شده، مخصوصا با این برنامه‌های مثل اینستاگرام با استوریاش یه جوری مردم عادت داده که حوصله‌شون سریع سر میره. خب واسه همین دیگه بیش از 2 دقیقه نباشه، کاراتون کوتاه باشه ولی جذاب و همین دیگه. دمت گرم مهراد، خسته نباشی. خب سجاد خداپرست، درسته؟ سجاد خداپرست فیت علیرضا جی اچ. خب و راشین پرودوسرش بوده و میکس ماستر هم با راشین، کاورم پویا عینی. مرسی. خب یک لحظه من چند کامنت ببینم بچه‌ها چیزی فرستادن. قربونتون عزیزم، ببخشید که ندیدم. بچه‌ها نظر بدین، اگر سوالی چیزی دارین بپرسین. و اینکه الانم ترک سجاد خداپرست بچهای خراسانن
گوش میدیم که ببینیم چیه. سجاد یکم میدونی من خیلی باش صحبت میکنم، حساس رو کاراش و خیلی جدی و پیگیره آلبوماش و سبکش یکم خاصه. حالا چندین ترک هم فرستادن، این ترک از آلبومشه، بریم گوش کنیم. توی استوریام تا استوریش کردی؟ آره. میگم چهرهش لازم تو پروفایل دیدم احساس کنم آشناست. خب وقتای سوال هیچی رو نداری، همیشه انگار دست به دست هم دادن دارم رو مخ تو. گاهی وقتا میگه چه دنیای تخمی شده چرا نمیکشه همو بیرون. گاهی وقتا آره گاهی وقتا خدا پرست. گاهی وقتا همه چیزو میبینی منفی، یه روزم سیام است و چسبیده به سقفی. یه وقتا چت میکنی و پر حرفی، فنتی نداره هوا آفتابی باشه یا برفی. بعضی شبا هم که به چشات خواب نمیاد، حتی کفشات دیگه باهات راه نمیاد. یه روزایی صبح تا شب زل میزنی به دیوار، روزا شب میشه با خودت کنار نمیای. میگی بس دیگه تا کی وسط بگاهی یا خودمو با دیوار بگاهی دیگه بخورونم، تا کی باید خودم بپیچونم. خیلی راحته کلام بگو دیگه نمیتونم. گاهی افتادی بازم دست با جیب. خب تا اینجا توقعی که ایجاد کردی نسبتاً فکر کنم برطرف کرد، یعنی اوکی بود، ولی داستانش باحال، یعنی روال داستان ایجاد میکنه. حالا میشه گفت برخلاف، میشه گفت جز اولینه که با تکسش کنار اومدم. فقط این که توی فلوهایی که ایجاد میکنه کلماتی خود زیاد استفاده میکنه و برای اینکه بخواد اجرا بکنه، یعنی ریتم تندی برای فلوش انتخاب میکنه، اما خیلی سخت میشه. فک باید آمادگیشو داشته باشه که اون اجرا کنه و سر ضرب بخونه و یه خورده خیلی ریز ضد ضرب، یعنی آن کوانتایز در واقع، یعنی سر ضرب کامل نمیتونه. حالا یه سریا میذارن پایین که میخواد لایو بخونه و میخواد یه تک بخونه، خوب بود. ولی خب یه جا مثلا اون قسمت دیگه کسی نیست که اینجا کسی نی بهش بگی سیگار و فندک بیاره، یه خورده کلماتش 3-4 تا حرف زیاد بود. یعنی حالا میتونست خورده یک سری رو فاکتور بگیره که بشینه رو وزن و یه جور خارج شد از میزان، انقدر زیاد بود رفت همین تا برسه بهش. میگم خودت تا کجا قرار این تکست بره، ولی خب در مجموع خوب بود. بریم ادامه. گاهی وقتام نیستش کسی تو تنهایی کل ریه هم پوسید، هرچی میدویم بازم نمیرسیم، دلیلش چیه که انقدر بیستیم. مرسی. خب من یه نظر بدم. از انگارش آهنگش 2 قسمت بود. قسمت دوم یه حالت آرنبی تور به خودش گرفت، یعنی آره یه حالت این شکلی شد. آره. و احساس می‌کنم قسمت دومش جذاب‌تر شد اما به بیت نمیخوند. این همچه احساس داشتم. یا شاید هم قسمت اول شنیدم احساس قسمت دوم یه جور دیگه احساس میکنم، شاید هم درسته. بعد یه نکته دیگه هم یه چیزی اونجا های هت وسط اضافی آره. واسش ریتم میگم اون با فلوی که انتخاب کرد، فلوی قشنگ انتخاب میکنه. فلو رو کار نه، های هت رو داره، میگم با ریتم نمیخونه، فقط فلو خوشو میزنه. و 2 تا چیز بگم تو قسمت دومش که دیگه قشنگ، ببخشید من اینجوری راحت میخوام بگم دیگه، نه خیلی ضد ضربش خیلی مشخص‌تر شد، یعنی قشنگ مشخص بیت واسه خودش داره میخونه. این فلو جذابی که برای خودش انتخاب کرد فلو قشنگی بود، واقعا فلو سختی هم انتخاب کرده. فلو جذابی که برای خودش انتخاب کردن میخونه، براش مهم نیست که بیت هم همراهش میاد یا نه، و چون خوب میخونه. و یک نکته مثبتی که میخوام بگم اینه کاراکتر صداش خاصه، یعنی از اون کاراکتر جنس صدایی که میشه روش نه شبیه کسیه نه آن روتینه، صداش جذابه و شنیده میشه. ولی خب باعث شد که یعنی فقط رو همون خودش تمرکز میکنه و میره جلو. و چون میخوام سریع رد شم، یه مورد دیگه، یه خورده فلو لوپ داشت، یعنی فلوش تکراری میشه. دیجی میگه خب واسه دیگه تغییر بده، یه خورده تفاوت ایجاد بکن توی یه جاهاییش. و نکته آخرم که تیون زیاد تو همون بخش ملودیک، وقتی آدم میخواد ملودیک بخونه خب شاید توانایی حنجره نیست، اما سعی کنید تمرین بکنید تا جایی که میتونید تیون انقدر نزنه. شاید بگید آقا من مثلا خواننده پاپ نیستم، رپرم و اومدم خوندم، اما چون میکسش تقریبا خوب بود پر کرد، یعنی میکس تیونش خوب بود نشون نداد، اما یه ذره تو ذوق میزنه، خیلی تیونی بودنش. حالا شاید هم سبک. مرسی و مرسی به سجاد عزیز و شما عزیزانی که همینجوری دارین اضافه میشین، قربونتون برم. شما آهنگا رو مثل ما دارین گوش میدین دیگه، قرار شد همه با هم نظر بدیم و یه ریاکت همگانیه، یعنی عین این 53 نفری که الان داخل هستین میتونه همه نظر بدین، نظراتتون رو بگی.
هنرمندم خودش الان داخل هستا، خب بعد اون میشینه نظرها رو میخونه، اصلا نیازی نیست جواب بده، فقط میخونه. بعد اونایی که واقعا منطقی و درست میگن و میره چک میکنه. وقتی که چک میکنه میبینه نه راست میگفتن. این اون هنرمند زرنگه. خب و همین دیگه، دمش هم گرم، خسته نباشین و بریم حالا. شال سرخ چقدر پریتو یا پاریتو؟ خب اطلاعاتی داره برامون شال بخون. سرخ حالا فکر میکنم پریتو یا پاریتو باید باشه که احتمالا هم پریتو و فرهان دمین آرتیستاش بودن، پرودوسرش هم فرهاد دمین بوده و کاور هم با فرهان دمین خودمون. فرهان دمین. بله. خب بریم کار گوش خوب. کنیم. کار قبلی هم که فرهان زده بود احساس میکنم مسترش خودش نزده بود، چون معمولا دمین کار قبلی که ازش شنیدم معمولا میکس و مسترش نسبتا خوبه و نمیخورد انقدر افکتیو باشه مگر اینکه سلیقه خود خواننده باشه. بریم اینجا چیکار می‌کنیم؟ یعنی آهنگو داریم دو بار گوش میدیم؟ نه این فصل دمین قبلی پرودوسری که آره. خب واسه خیلی از بچه داره کار میکنه و این یکی دیگه است. دقیقاً هستم با شال سرخ دوی بود. اولش اومد سمپل کرده یه چیزی. شال سرخ اصلا خوندم گفتم چقدر شبیه دوی، دقیقاً شال سرخ تو کار دوی، حالا اومده روش سمپل کرده دیگه. اون پاپه کار؟ راک تقریبا. راکه. یکی از بچه خوبه راک ایران. بزنیم ببینیم چیه. نظر بدین بچه ها، آهنگو گوش میدین نظرتون رو بگین. تو یادم جمعه تو چشم خیره شایم شب نمیشه دور تو تیرگی موی تو صف نکن موی فر تو لبا تارم نشه برام نمیشه جون تو. خب وسط کار اومدیم، قبل اینکه نظرتون رو بپرسیم من چند تا کامنت بخونم. خب اینجا یه کامنت داریم میگه داداش میشه الان که روی کاری و پست جدیدی که گذاشتم و ببینیم مثلا یه نظری بدی؟ قربونت برم. گفتن اینجا کار الان به نوبت داریم میریم، یعنی شما میرید توی گروه لایو استریم که استوری کردیم، توی هایلایت هم داریم لینکش هست، میرید توی گروه تلگرامی، این ترک تو که دادی بیرون 100% تو ساوند کلاود هم گذاشتی دیگه، لینک ترک ساوند کلاودشو میذاری توی گروه و هر چهارشنبه شب ما میشینیم دیگه، وقتی به نوبت به آهنگت رسید میتونی توی لایو باشی داداش سر کار خودت و نظراتمون رو گوش کنی و نظرات بقیه دوستانم گوش کنی. عشق دلی، این برای بقیه عزیزان. و حالا اگه نظری درباره موزیک دارید بفرمایید. خب همونطور که گفتم دمین معمولا میکس ماسترش خیلی اونجوری ریورب سنگین نداره و این استایل خودشه، اون احتمالاً به سلیقه خود خواننده بوده یا مثلا کسی دیگه زده. ورودی اینترو کار سامپل اینتروی که گذاشت برای شال سرخ تو دوی، یهو ریتمو یه جوری شکند که عجیب بود برام، از دمین بعید بود و گفتم خب احتمالاً میخواد جلوتر اون ارتباطا رو پیدا بکنه، ارتباطو بده بهش که دقیقاً قبل کورس این ارتباطو بهم داد که یعنی آقا من خودم عمدن این کارو کردم که نمیخواستم ارتباط داشته باشه، اینجا به اون ارتباطو برسه که جواب گرفتم. در مورد خود خواننده هم میتونم بگم که قسمت کارس خیلی بهتر خوند و اصلا تسلط داره روی حالا فکش، روی سولفژش، روی حالا خوندنش و اجرای قشنگی داشت، حال کردم، یعنی با اون سبک خوندنش حال کردم و تونست یه حتی ملودی که خود دوی زده بود و یه مقدار شیطنت کرد توش، شیطنت‌های جذابی بود و حتی بچه‌ها با حس خوندن خیلی مهمه. اون جایی که داشت کارسو میخوند اون فکش انقدر نرم میچرخه، انقدر با حس داره میچرخه، آدم احساس میکنه واقعا ته دلش داره میخونه و سنگین زور نمیزنه برای اجرا و حال کردم. با کارسش بیشتر حال کردم حقیقتش تا قسمت ورسش، ولی تا اینجاش خب یه ذره همچنان ریورب زیاده دمین، یه کوچولو یه کم خام‌تر، چون جواب میده، وکالش جواب بود. بسیار عالی، بریم ادامهش. بریم. مرسی. من که خیلی حال کردم چون که خیلی تکنیکا استفاده کرد و این نشون میده که پیگیره، یعنی کلاس میره، معلومه قشنگ داره کارشو پیش میبره. حالا
نه تنها تونست اجرای دوی رو خوب اجرا بکنه، تونست آهنگسازیشو تغییر بده، ملودیکش تغییر بده و خوب هم تغییر داد. جذاب بود برام، مثلا میگم اینجوری حال کردم باش که تسلط داره روی خوندنش و تسلط داره رو اون مشخص سولفژ رو میشناسه، مشخص تحریرها رو داره خوب اجرا میکنه و مشخصه که کار کرده دانشگاه پاریتو اسمشه، تو کدوم؟ فاز پاریتو فرهان دمین، یعنی آره. اگر احتمالاً باید پاریتو خودش باشه و یه لایک بهش آره بدم. لایک داشت. لایک داشت کارش واقعا. و اینکه میگم هنوز جادش خیلی کمتر افکت بهش بده، وکالش واقعا جواب بود، یعنی خیلی نیاز نداشت مگر اینکه سلیقه باشه. مرسی از دوست دارم شما. باشه، اگر بشه در آینده اگر علاقه‌مند بود همکاری هم ایشالله، بشه. چرا که نه. خیلی ممنونم از شما و حالا برنامه ما هم دیگه به پایان رسیده. اینم ما یه لایکی اینجا بزنیم براش که مشخص بشه تا اینجا دیدیم، گوش کردیم. خب و حالا کار بعدی از کیه؟ یعنی برای هفته بعد ریل لایف، زندگی واقعی از چیه؟ آرکین، اینطور به نظر خب میرسه. این حالا عکسشو گذاشتیم که ببینید دیگه. ترک آرکین آهنگ بعدی. شما اگه صحبت پایانی دارین خدافظی بفرمایید با نه خب بچه‌ها. بچه دیگه هر جلسه ما فقط نظراتون میگیم، سعی می‌کنیم بیشتر تخصصی صحبت کنیم دیگه. سلام چطوریش بمونه واسه بعدش. دست شما در نکنه. موفق باشید. خیلی ممنون از بچه‌ها که اومدین، دمتون گرم، واقعا خیلی خوشحال شدم. یعنی واقعا خوشحال شدم. دوست دارم همین ادامه پیدا کنه، تعدادمون بیشتر از این بشه، چون که این کار به نفع همه شما عزیزانه. دوستتون دارم. کارا هم که از طریق پیج رسانه رپی شمالی، همون رسانبند، از همونجا اطلاعات به شما میدیم دیگه. شب خوبی داشته باشید.